ای حیوان بیشرف، پسر خود را به خاطر 600 سامانه کشتی؟ ای ظالم بیشرف، ای مردی که نام مردی را شرمنده کردی، ای پلید بی غیرتی که برای ایناس و برای 600 سامانه فرزند خدا، جگربند خدا، فرزند نازنین خدا کشتی. چطور دلت شد که پسر خود را با ماشین کشاله کرده بکشی؟ نه تو آدمی، نه تو مسلمانی، نه تو پدری. حرامترین حیوان از تو بهتر است. الله تعالی در آیه 140 سوره انعام میگوید آنهایی که فرزندان خود را از روی نادانی میکشند سخت زیان کرده اند. اما تو بدبخت رزیل دیده و دانسته خود کشتی. چطور دلت برداشت کرد که به پسر خود چنین بیرحمی کردی؟ برای ناس حرام؟ برای یک ناس افلاس؟ برای 600 سامانه لعنتی؟ آیا تو به این کاری پست و رذیلت در قعر دوزخ جای نمیشوی؟ ای ظالم، ای بدبخت. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید بهترین شما کسی است که با اهل خانواده‌اش نیکو باشد. ولی تو چی کردی؟ پسر خود را کشتی. بیهوده نیست که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد گفته است ظلم تاریکی است در روز قیامت. بفهمی کثافت. خدا زنده و شاهد است. حساب و کتاب است. دوزخ است. آتش ابدی است. ای ظالم، ای منافق، ای بی ایمان. الله تعالی در آیه 4 سوره انشقاق گفته است آیا فکر نمی‌کنند که آنها برگردانیده میشوند؟ بله، برمیگردی و خدا از تو حساب میگیرد. هر نفس پسری مظلومانه کشته شده ات بالای تو لعنت میکند. هر اشک مظلومانه پسرت توف بر نام تو میزند و هر فرشته انتظار امر خداست تا تو جزای سزاوارت را بگیری. منتظر باش رذیل.